پس اینجوری استاپ تو با چرخه ها میره جلو، یعنی زمانی که تو میدونی دیگه دیدگاهت اینجا چیه تا اینجا مثلا سلی، اینجا یه دایور میگی آلارم برات میگه خب من اینجا ممکنه ساختارم دوباره تعریف کنم برم بالا. پس چیکار می‌کنی؟ منتظرین رو میای میگیری، این لگ رو شما میای ورودتون انجام میدی، 50% شکست اینجا، 50% پول بک به این ناحیه، ببین با شد اومده پول بک 50% این محال دیگه این انجام نشه، 50% اینجا وارد میشی با این شکست، 50% پول بکش چرخه تو میگیری. خب من الان اومدم اینجا کی بوده این مثلا هفته پیش بوده. خب اینجا گفتیم هیدن شده، واضح داری شما هیدن رو با صفحه قبلی می‌بینی. حالا من اینجا می‌خوام وارد شم، چیکار کنم؟ من اینجا دوباره یه دایورجنس میام توی تراکتال کوموسن، یه زنجیره واگرایی داده، یعنی حجم زنجیره واگرایی یعنی چی؟ بیاد هی قیمت بره بالا ولی نشون واضح نشون بده که من می‌خوام کم کم دیگه آخر کارم می‌خوام بریزم، یعنی صفحه‌های پایین‌تر. یه لحظه میونه کلمه، یعنی ما الان اینجا الان با مکدی دیفالت هم داریم پوزیشن میگیریم در واقع. چرخه داخلشه دیگه، چرخه داخلشه، یعنی شما برای که بخوای ورود کنی یا میری همینو میبری 5 دقیقه یا تو همینجا میری فراکتال کوچیک تو بررسی کنی. همین. اوکی. خب پس اینجا میگم زنجیره واگرایی داره، واگرایی چین داره، یعنی قیمت داره هی سقف بالا میزنه ولی مکدی داره سقف پایین‌تر میزنه. این زنجیره واگرایی کی فعال میشه؟ وقتی بیاد این کف اسفن اینا بزنه، اینا بزنه. کجا شکسته؟ اینجا 50% اینجا وارد میشی، 50% روی پول بکش. چرخه چجوری میشه؟ حالا بریم قیمتشو بررسی کنیم. قیمت میشه چرخه داخل این دیگه دوباره، درسته؟ یعنی این مثلا یه چرخه کوموسن اگه بوده، چرخه قیمتش پترن هر کدوم از اینها رو به قول میتونید بیای برای خودت، یعنی فراکتال داخل این میشه. الان ببین این مثلا یه لگ کومو دیگه اومده پایین، درسته؟ اینجا یه تغییر فاز منفی تا اینجا داشتیم، بعد رفت مثبت شد. این مثلا یه لگ کومو تو همین کوموسن چی میشه؟ یه پترن که اینجا اومده بالا رفته پایین، دوباره یک دایورجنس داده و حالا داستان دیگه باز اینجا اومده هیدن شده دوباره مثلا ریخته، یعنی همه چی تو در تو. حالا همینی که ما اینجا در نظر گرفتیم برای یک پترن کوموسن خودش داخلش باز یه پترن کوچیک‌تر اند داره که توی قیمت باید ببینید. تو قیمت اینجا اومده سقفش اینجا زده، پترنشو کامل کرده برای خودش. خب من الان هنوز هیچ کاری با مکدی 36 نداشتم، یعنی فراکتال کوچیک میتونی بگیری با اون میتونی نه تو مثلا میگی من میخوام با کوموسن بگیرم که دقیق تره. چرا؟ چون فیلتر میکنه چیزایی که داخل چیز هستش، داخل قیمت هست و فیلتر. خب الان فرض کن که ما حالا اینا فهمیدم، الان فرض کن که ما 4 تا باز کردیم اینجا اومده پایین. بریم رو لایش. الان فرض کن که ما الان 4 تا باز کردیم، بسم الله میخوام ببینیم ما موقعیتی بهمون میده یا نه. خب روند کلیمون که اینجا الان نزولیه تو همین تایم. اینجا فعال نشد، اینجا اومد دیده شد، اومد کف قبلی رو زد، درسته؟ که توی هیستوگرام تو مکدی و همه اومده زده اینجا بوده. مثلا 26 تا بیاره میشه اینجا. اومده زده. پس نزولیه. دایور نداشت دیگه. تو این کفای آخرین کفا هم دایوری. پس سل دیگه. شما زمانی که دایور برگشتی نداری، دیگاه نزولی. حالا اینو چجوری گرفتی اینجا؟ خب همین می‌خواستم بگم. من از موقع داشتم منتظر بودم چرخ تموم شد اینو بگم که اینجا ما الان شروع بخوایم بکنیم روندمون نزولیه، ولی اینور الان نگاه کنیم ما تو کوموسن یه واگرایی داریم می‌بینیم. قیمت هم چرخه داخلی شده دیگه. به بزرگترین چرخه من دایورجنسی نداشته. خب بزرگترین چرخه من دایورجنسی نداشته، ولی چرخه داخل این برای این لگ برگشتی که اومده بالا باید دایورجنس بده. ما میگیم زمانی یک لگ حرکتی تمام می‌شود که دایورجنس تشکیل بشه، یعنی شما همین لگ نزولی که اومده پایین حالا برای اصلاحش که بخواد شروع بشه باز باید دایور تو این بده دیگه. تو کومو نمیداد، چون کومو اگه بده باید ساختار تغییر کنه. ولی همین اصلاح، همین حرکت، همین لگی که اینجا اومده پایین بخواد تموم شه باید بیاد تو کوموسن که فراکتال پایینه دایورجنس بده و فعال شه. بتونی اینو بگیری. خب ما الان فهمیدم چی شد. ما اینجا یه لگ داشتیم کامل اومده پایین، چون توی تغییر فاز توی مکی تغییر فاز نداشتیم، اون کامل از اون بالا تا پایین میشه یه لگ. تصویر من رفت. این 8 دقیقه دیگه مونده. بگو. حالا الان یه لحظه قیمت رو فعال می‌کنیم، یه ذره زوم باشیم رو لایو بازار ببینیم چیکار باید کنیم. خب ما اینجا الان تو کوموسنمون یه واگرایی داشتیم دیگه، یه واگرایی مثبت داریم، درسته؟ همینجا یه لحظه روش بودیم. خب اینو مثلا میشده بایش الان بگیریم؟ بله شما نه تو لایو بازار گذشته نه. حالا قیمت میذاری باشه؟ ما هنوز واقعا پیشرفته نشدیم قیمت کامل. نه اینجا میگی. آره دایور. نه این بایی که همین الان اصلا قیمت 5 چند زده رفته بالا اول از اون. آره. خب ما الان اینجا دایور نداشتیم. تو هیستوگرام ببین کجاست؟ توی قیمت میگی؟ نه تو کوموسن. خب پس من قیمت لازم بردارم. خب اینجا این کف قبلی بگیر. یه تلش بنداز. آره. ببین تو قیمت الان ببین ما هنوز قیمت نرسیده بوده به کف، اینطوری بگم قیمت نرسیده بوده به کف قبلی. توی کوموسن تو هیستوگرامش نگاه کنی، تو مکدی اینجا به اون طرف هیستوگرام رفته رد کرده. اینو میخوام بگم. اینجا ما میتونستیم مثلا نه اینجا نمیتونی بگی، چون ممکنه بیاد بالا یه مقدار مثلا بگی حالا چجوری بیاد بالا دوباره مثلا برگرده پایین. اینجوری اینو در نظر داشته باش. ما با دیدن این نمیتونیم پایین انجام بدیم، یعنی ممکنه دوباره اینجوری برگرده حرکتش ادامه بده. ما اینجا نمیتونیم بای بگیریم، این داره پول بک میزنه رو کفایی که شکسته. من اینجا چیزی نمیگیرم چون ممکنه بیاد بالا دوباره بعد بیاد. حالا من اگه بخوام بگیرم اینجا کاری که انجام میدم مثلا بیاد دایور بیاد دایور بده، این بیاد کفشو بزنه اینجا نزن، اینجا رو که زد من 50% وارد میشم پول بکش 50%. یعنی که قیمت کفشو نزنه ولی هیستوگرام کفشو بزنه. اگه بخوای قیمتو بگیری الان ببین اینجا هیدن شده، ببین تو قیمتو ببین هیدن واضحه هیدن. اینجا من دارم میام پایین هیدن صفحه بالاتر تو قیمت صفحه پایین ریزش. خب حالا من میخوام پوزیشن بگیرم، من دیگه قیمتو کاری ندارم، میتونم قیمتم بگیرم، من کلی قیمت ندارم. میگم آقا کوموسن من اومده اینجا دیگه روی محدوده تعادلی هم هست، همون داستان چرخش فلان اومده اینجا من صبر میکنم پول بک اینجا حالا بیاد بالاتر بیاد بزنه، اینجا بیاد پایین کفشو اینجا بیاد بزنه کوموسن، ولی اینجا نزده باشه.
این ستاپی که که من بشه تو دیدن. ذهنم دارم که بشه دایور. نه که بشه آردی، بشه آردی مثبت. دقیقاً. که اینجا رو آها. بیاد بزنه من وارد شم 50% دوباره اینجا وارد شم و خب اما من باید ساختارمو بررسی کنم ببینم کجا یه چرخه من مگه 4 برابرم داره میاد پایین با کله داره میاد پایین نشون میده من هنوز ادامه داره اصولا تازه من دارم میام پایین که بیام اینجوری یک هیستوگرامی درست کنم این داره هنوز میاد پایین پس این کف این یه پول بک میاد پایین و این کف رو میزنم. خب حالا ساختارم از کجا داشتم اینجا هیدن شده بود ادامه چرخه زومی. حالا چرخه گفتیم تو در تو دیگه یعنی اینجا مثلا بیاد بریزه اینجا باز اینه باز حالا چرخه بعدی از کجا میگیری از حالا لگه مثلا بخوای اصلاح بگیری نمیدونم مثلا اینجوریه چیزی میاد تا اینجا بعد باز دوباره ریزش بعدی از اینجا تو در تو میکشی تا ادامهش. خب پس اینجا ستاپی که من دارم اینه این دیدگاهی که من دارم بیاد روی این کفای قبلی یه دایوری مثلا ببینم بعد اینجوری مثلا بیاد پایین بیاد بالا هیدن بشه یا توی مثلا این بیاد هیدن بشه دوباره اینجا مثلا هیدن بریزه که من اینجا دایور قیمت رو میگیرم قیمت بیاد اینجا دایور بده مخارج شده همین چه فرکتال دیگه تو در تو باید ببینی درسته. البته اینجا الان ببین اینجا اتفاقی افتاده خب واضحا به من گفته هیدن حرف درست اینجا الان توی کاموسن هیدن شده ولی این میاد چیکار میکنه میاد بالا یکم میاد بالا دوباره میاد پایین مثلا اینا کلا لغوش میکنه میاد کفم میزنه بعد شما ساختار رو باید بدونی چیه ساختار چیه نزولیه ساختار شما نزولیه چرا چون تو کامون اصلا دایوری نداشتم تو کف داشتم نه همین کفا رو اومده زده نداشتم این کفا اومده من یه مسئله الان این خطی که رو دایور رو کامل انداختی پایین رو مکتی ما دیگه الان نه رو مکتی کف پایین سمت چپ اینجا یه لحظه آها ما الان دیگه این کف برامون مهمه ما نه پایین کف ترین که قبلی. آفرین دقیقاً این خیلی نکته مهمیه بچه‌ها اینو اشتباه می‌کنن آره باید پایین ترین نقطه رو در نظر بگیریم که میشه اینجا حالا دیگه این دیدگاهی که من دارم اینه دیگه این کل ریله که تا اینجا حالا مکتیش کجاست درسته. اینجا میشه مکتیش دیگه من اینو کار دارم دیگه من این کفو دیگه می‌بینم اینجا با این کفا رو دارم بررسی کنم که اینجا اومده حالا مثلا این تو هر دو تا زدش خب حالا باز از اینجا که بریم جلوتر دوباره پایین ترین کفمون شده همین جایی که الان هستی روش اینجا بله درسته 26 عقب‌ترش میشه اینجا اینجاست باید با 26 این ما اگه بخواد ساختارمون در واقع عوض بشه باید توی با این کف یه دونه هیدن بگیریم یه دونه دایور ببینیم هیدن یه بذار یه لحظه باشه